فردا برای هیچ کس تضمین نشده، پیر یا جوان. شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را میبینی که دوستشان داری. پس زمان از کف مده، عمل کن همین امروز. شاید فردا هیچ وقت نیاید و تو بیشک تأسف روزی را خواهی خورد که فرصت داشتی برای یک لبخند، یک آغوش. اما مشغولیت‌های زندگی تو را از برآوردن آخرین خواسته آنها باز داشتند. دوستانت را حفظ کن و نیازت را با آنها مدام در گوششان زمزمه کن. مهربانانه دوستشان داشته باش. زمان را برای گفتن یک متاسفم، مرا ببخش، متشکرم و دیگر مهر واژه‌هایی که میدانی از دست مده.